الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وسلم. اما بعد، السلام علیکم محترم پدران و برادران اهل اسلام. خداوند جل جلاله از ثوابهای نماز جمعه و امر معروف و نهی منکر همه ما و شما را برخوردار بگرداند، گذشتگی های ما و شما را خدایا رحمت و مغفرت کند و همه ما و شما مسلمان ها را پروردگار را توفیق را رفیق بسازد و در راه راست هدایت بفرماید یا ارحم الراحمین. خب، تا وقت نماز مکتوب ها بسیار شدگی هستند. انشاءالله پرسش و پاسخ است، بعدا نماز را میخوام. کسی سوال کرده است: السلام علیکم داملا محمد الله جان، التماس به این سوال من جواب دهید. مولا امام ما میگوید که نماز را بعد از دادن اذان در او خواندن درست نیست. 5 دقیقه یا مقداری 4 رکعت نماز خواندن تأخیر کرد. خب با این مسئله چی میگید؟ بله، اون مولا امامی که از شما در هر کجا که هسته درست میگوید. حقیقت همون کس گپ زدگی است. همون مولا امام یعنی بعد اذان تا اقامت گفتن 5 دقیقه معینش کردگی نه، بلکه مقدار 4 رکعت نماز باید که صبر کند. یا مقدار یک آدم تشنه آب بنوشد سرچوی شود، یا مقدار یک آدم بی طهارت کند 10 دقیقه باشد. خب همین قدر بعد اذان گفتن تا اقامت گفتن صبر باید کرد. یا که کاروان میگذرد، اخیران شتری که از کاروان میگذرد همین مقدار باید بیستین، بعدا نماز فرض قامت گفته با جماعت بخونن. این مسئله فقط برای نمازهای 4 وقته که غیر شام است. اما در نماز شام در مذهب امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه این خیلی استادن نه، بلکه مقدارش مقدار 3 آیت گفتن یا مقدار 3 قدم گفتن که از آن گفتن. بعد یوم معزین ناششته همون تا قامت هم که بگم میشه. دیگر وقتها ده مثلا نماز پیشین ده 15 دقیقه یا 20 دقیقه پیش هم که از آن بگه سنت ابو خانان بشینن، ساعتی مثلا 1 شد قامت بگن مردم فرض با جماعت بخونن. خب اون مولا امامی که در مسجد شما است خب حقیقت طوری گفتگی است. دیگر آدمان کهنه موسفیدها میگویند که میان کشاده گشتن کثافتی دارد. به میان کشاده عورتها میگردند. این گپ البته اگان اساس ندارد، به شریعت هیچ دخلم ندارد. البته که میان بستن برای مردی مثلا کارگر خوب است، میانش با قوت میگیرد کار میکند، میانش ببنده خوب است. اما این خیلی که میانش هوی باشه و کثافتی داره و این خیلی گپ های زیادتی هستن، یگان معنا نداره این خیلی گپ ها. خب دیگر گفته است: السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما از شما خواهش داریم به این سوال ما روشنی اندازید. در باب ایمان یگان جمعه سخن کنید انشاءالله. دیگر تا سوال همین زنها اگر سرش رو کاکل ببافند نمازشون درست می شود یا نه؟ البته درست می شود. کاکل بافتن این عادت پیشینه زنها بود، کاکل می بافتن محکم موی سرشون. حتی در کتاب ها وارد شدگی است که زنهایی که کاکل داشته باشند موهای سرشون مستحکم بافتگی باشد، جناب در حالت جنابت غسل کردن هم همون موهاشونه که نکشوید می شود. بر تکی سر چو آب را رانند بافته خشک همچنان مانند در 4 کتاب می گفت کو. خب جایز است که موهشونه نکشوید زمانی که مستحکم بافتگی باشد. کاکل کردن این خوب است. این البته که از اسلام نیست، خدا و رسول را امر نکرده است، اما عادتی همه عرف عادتی مردم تاجیک ما همه بود که زنهای پیش کاکل می بافتن، کاکل داشتن.
نه مثل امروزه وری نه کاکل داره نه هیچی، موی سرش میتوه در گناه غرق. دیگر گفته است السلام علیکم پیشوای محترم، میخوام فهمم که در حق والدین کدام نمود صدقه بکنم و کدام نمود صدقه بهتر است. خب در حق پدر و مادر صدقات کردن، دعا کردن، ختم قرآن کردن، همه این ثوابش به روح میت میرسد. در عقیده ما و شما اهل سنت و الجماعت خصوصا حنفی ها هست که و دعاء الاحیاء للاموات، دعای مرده ها برای زنده ها، و صدقاتهم و صدقات زنده ها برای مرده ها نفع لهم، فایده به اون مرده میرسد. یعنی در حق مرده دعا میکنی، نماز نفل میخوانی، تلاوت قرآن میکنی، خیر صدقات میکنی، فایده او انشاءالله که به روح میت میرسد. خب اما طریق صدقه، البته که صدقه هایی که امروز میکنن، البته این به همه معلوم است که اگر به نیتی باشه که میگن این همسایه هم میگه که این نکرد در حق پدر مادرش، یا که مثلا به نیت نشان دادن ریاکاری باشه ثواب نداره، یا کم بغل باشه که دست خودش نمیرسه زن فرزندش خوبتر بخورانه بپشونه، تعلیم دختر و بچه شکنه او قرض کرده خیر صدقات میکنه، این خیر صدقات قبول نیست، به دربار خدا این قبول نیست. از او خیر صدقه که قرض میکنی در حق پدر و مادرت میکنی، او پول جمع کن، دختر تا به سطر حجاب کن، انا ثواب در نزد خدا. دختر تا به سطر حجاب کن، زن تا نماز خوان کن به سطر حجاب کن، این فرض است، امر خدا هستی، او فرض نیست، اون نفله بکنی ثواب نکنی چی گپینی. یا بچه تا نماز خوان که تعلیم قرآنش با او بکن، این ثواب است، این امر هستی. اما صدقات معین کردنی روزش در اسلام نیست. معین کردن روزش که حساب کنه، چیل حساب کنه، سال حساب کنه، هفته حساب کنه، مثلا که 6 ماهگی و دیگر اینها را معین میکردگی شارع است، شریعتی را معین کردگی نیست، این مردم از پیش خود میکنن. اما 40 سال هفته یا را ناگفته هر روز که صدقه کرده میکنه، کرده میگیره در پدر مادرش، بابا و بیش هر روز که میکنه کرده میگیره، درست جایزه، ثوابه. صدقه را هیچ کس معنی نمیکنه در اسلام. خدا از مانعان خیر بیزار، او کسی که صدقه را منع میکنه خدا از رنگ او بیزار است. خدا از مانعان خیر بیزار کند، او مانعان خیر در نار، منع کننده های خیر صدقه را خدا آتش دوزخ جوش میکنه. البته که کردن شرط هستی، پدر و مادر 18 سال تربیتت میکنن، این مادر شبهای دراز الله میگن میخراند، میپشوند، پشاکات میشوه، قاقت میکنه، این قدر شب زنده داری ها خواب شیریش ترک میکنه، دستش در آب خنک میزنه. البته که در حد تو یک گاو بزرگ گوسفند کشتی ختم قرآن کردی حتما بکنی، رنگی بی صاحب واری ارواح در بدر کیم که جوی مچید نگرده، بلکه از همون فرزنداش خشنود باشه. خب نمودهای صدقه، البته که صدقه جاریه کنه این افضلتر بهتر است. صدقه جاریه یک خیش در همین مسجد بیاره بمونه به نیت ارواح پدر مادرش یا به نیت جان خودش، یک خیش تنها، تا زمانی که چند عصر این مسجد بنا است خلق نماز میخونه، ثواب به روح پدر مادر رفتن میگیره. تا زمانی که همین مسجد بنا هست این صدقه جاریه است. یا آب میکشه به یک محله را میبره، مثلا ودا پراود میکشه یا گاز میکشه یا سوید میکشه، تا زمانی که از او استفاده میکنن ثواب با او بنده رسیدن می. اگر چندی بنده بمبرم 100 سال او را استفاده کنن، 100 سال به روح او رفته رسیده است. حاجی سفر مرحوم مسجد چرمگه را بنا کرد، یک عصر زیاد شد که دعا در حقش رفته است. یا دیگر البته ثروتمندهای خداداد هستند که در راه خدا صرف میکنن، صدقه جاریه میکنن، البته این بهتر است. یا اینکه مثلا همون خیر صدقه در حق پدر مادر فقط همین نیست که همین خدایی کنی و همین توقع در نون بیاری مردم بخرنی، در حق پدر مادر بخیر 20 قرآن بر در یک مسجد 20 قرآن بیار بده، 20 طالب علم بگیرن بخونن،
تا زمانی که او قرآن یک کس کشاده میکنه و میخونه ثواب برای پدر و مادری ترسیسه. یا یک طالب علم سر پیشاک بکن امروزه از همه در مصرفترین مصرف طالب علم ها هستند که هیچ کس به او بیچاره یاردم نمیتن. یک کتابی در مفتیات میره همین فتواهای میگیری در همونجا میخونی $100 $150 یا 200-300 سومونه. او طالب علم اکجا میاره قدر میخره یاره. همین ما از کجا میاریم $100 در فتوا رو میخریم؟ همین ما هم جوان مردا رو میگیم مینویسیم بیچاره میره میخره میگیره میاره که ثواب ما برسه ما استفاده میکنیم. این همین صدقه جاریه است. تا زمانی که کتاب ما استفاده میکنیم او ثوابش با او صاحب پول رسیدن میگیرد. خب در حق پدر و مادر البته که خیر صدقات ختم قرآن هر چیزی که میکنین خوب است بکنین.